5 تا از بهترین کاراکترهای کالاف. شماره 5 توماس موری که عضو سابق نیروی دریایی بوده که بعد از مرگ فرمانده نیروی دریایی اونو به عنوان فرمانده انتخاب میکنن. که شماره 4 سایمون یا همون گوسته که دیگه لازم به معرفی نیست و گوسته که از معروف ترینه. نمیدونم چرا 4 گذاشتنش. عجیبه. دیوید میسون که خودش هم یه فرمانده بوده، فرزند مامور سیاه و فکر کنم یه ارتباطی با الکس میسون هم داره. شماره 2 الکس میسونه که تازه هم دربارش یه صحبتایی کردیم که متولد شوروی هم هست و شماره اول کسی نیست جز کاپیتان برایس.